سلام دوستای عزیز، نهایت مهربان، امیدوارم که در هر جای دنیا که هستن شاد و خوشحال و خرم باشید. دوستای عزیز، امروز به دوستم آرمان زنگ زدم که با هم بشینیم یک جای قصه کنیم. خیلی دیر میشه ندیدیم با هم دیگه، یگان کلیپ ملیپ ویدیو چیزی جور کنیم. قراره که او ما درش زنگ دادم، یعنی پارک اینجا را آدرس دادم، گفتم اینجا ریزی شاکیو بشینیم یک لحظه قصه کنیم. کلان پارکه. دلم است سر از آرمان یک کامل مخفی برم، یک کم ذره اذیت کنم میرا. خیلی تا آخر برنامه با ما باشید. خب بچه ها، ما دارمان زنگ زدم گفتم که بیا روی ازی صندلی بشی که ما از پیشام میماد اینجا میشیشتی. قرارگاه از ما روی صندلی بود، همیشه می آمدید این پارک می آمدیم روی زمین صندلی ها میشیشتیم اینجا. من ولی مروم کاملا تلفونه اینجا تا اندنایی پشت از سنگ تاشمونم که آرمان دیدم نتونه دیگه. مثلا اونجا بایم تصویرشی بایم دیگه. تا آخر برنامه با ما باشید. جایی بنده خدا دا من گفته بود که چیز ممهی چرا خونه نامده از ما باشه خوردی چی رقم من یا نه خدا وکیلی زنگی چه گوشی دادم گاهی خدا وکیلی اصلا پور از پاشه این چیه اذیت مونم بابا چه کار می‌کنی؟ یا خدا وکیلی آرمان اماد در کامل مغفر رفتم. یا چطور بود؟